سلام و درود تماشابینان محترم. در خانه یکی اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی بابای عبدالرزاق قاسموف اشتراک داریم. این نفر از جمله شخصان تبرکی هستند که در سالهای جنگ بزرگ وطنی در قطار دیگر مردان بننگ و آر و ناموس وطن برای حمایه مرزبون کشور در جنگ بزرگ وطنی یکی از جنگ‌های مدهش‌ترین روی جهان اشتراک کردند. دوستان عزیز، امروز باعث خرسندی است که مقام و منزله این مردی بزرگ هم برای آنه که اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی هستند در نزد جامعه و دولت و حکومت قدر و قیمت و منزلت دارد و اینچنین این مرد امروز در سن مبارک 101 سالگی قرار دارند و از جمله نفرانی هستند که آخرین نفرانی هستند که در ناحیه بخش از حساب اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در قید حیات هستند. دوستان عزتمند، امروز به اینجا برای دیداربینی بابای عبدالرزاق نفران زیاد میآیند، تشریف میارند و ما نیز تصمیم گرفتیم که برای آگاهی پیدا نمودن شما به خانه بابای عبدالرزاق تشریف بیاریم و درباره حیات زندگی او برای در قید حیات بودن او برای شما معلومات بدهیم. دوستان عزتمند، اینک مرحمت شما نیز میتوانید از دیدار بابای عبدالرزاق خبر بگیرید و دعای نیک ایشان را بگیرید. تشکر زیاد. بابا وزیر همینجا ما را تماشا میکنن بچه‌ها، اینا در حق ما و در حق همه جوانان و اهل مردم نویه و همه مردم تاجیک و همه اون بچه‌هایی که در خارج کشورند، در بیرون دولتند، در حق همه یک دعا کنید. اما سنین الله پروردگار همش توفیق شه برای راست هدایت شه. الله اکبر. رحمت بابا، سلامت باشین. حجتهای بابای عبدالرزاق قاسموف دوستان عزیز، مدال 60 سالگی غلبه. این شهادتنامه 75 سالگی غلبه مدالش. 70 سالگی غلبه. مدالی شهادتنامه مدال 75 سالگی غلبه از نام پرزیدنت روسیه. آیا ای تاجیکستان بهتر از جان، بسازم دشمنت بر خاک یکسان، نگهبانت منم از صبح تا شام، بمان آسوده ای ملکی دلیران. وطن در مرز تو من پاسبانم، تو را حافظ به نرخی جسم و جانم. مرا چون قول و سوگند هست یکتا، کفیلت ای وطن تا جاویدانم. منم سرباز با ناموس و با آر، نهان دارم هزاران سیر و اسرار. وطن فخرت به سرباز دلیرش، همه عالم بود از ما خبردار. اگر عسکریم و اگر افسریم، نگهبان امنی وطن مادریم. به حفظ وطن جان نثاریم ما، برای وطن جان سپاریم ما. به ما تا بود صلح در روزگار، سخنهای فردوسی باشد شعار. همه تن به تن سر به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.